جواب تمام مداخلات سیاسی را با این شکل بلژیم در میدان فوتبال داد. به این شکل آمریکا تحقیر شد و در خانه خودش به میزبانی خودش با نتیجه 4-1 تسلیم شیاطین سرخ اروپا شد. دیداری که دکتلایر بهترین بازیکنش بود دبل کرد و لوکاکو هم یک گل زد و ناکم و این گل تیلمان هم بی نتیجه ماند. این هست خیلی بهتر بود که آمریکا بیشتر از اینکه به فکر مسائل سیاسی می بود به فکر بازی می بود و این رقمی تحقیر نمی شد. بلژیم فوق العاده تماشایی بازی کرد. کم کم مثل که موتر دیزلی وری کم کم گرم آمدن و کم کم دارن نتایج خیلی خوبی میگیرن، دارن خطرناک میشن دوباره بلژیما. هیچ کس انتظار نداشت آمریکا با این نتیجه حذف بشه و با این نتیجه مغلوب بلژیم بشه، ولی به هر صورت نتیجه بود که اتفاق افتاد. بلژیم حریف اسپانیا شد در مرحله 1/4 نهایی. دیدار تماشایی بود و جواب فوتبال باید در فوتبال داد، نه در میدانهای بیرون از فوتبال.